دوی دوباره به دنیا سلام میگویم، به آفتاب و به دریا سلام میگویم. دلم چو حجت سرخی بهار پیش شماست، به مهر آن گل مینا سلام میگویم. سلام و درود پر از مهر نیسار یک و یک شما باد تماشابینان عزیز تلویزیون سیمو. اینک تلویزیون سیمو در همکاری با دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند بهره آماده سازی جوانان به آزمون‌های فروغ سپیدانوی کتاب است. علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطنی عزیز من و سنجیدن دانش و ملکه دانشجویان برنامه تلویزیونی دانشمند را راه اندازی نموده است. اینک برنامه نوبتی ما در مرکز تعلیمی آموزش زبان‌های انگلیسی در نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند ثبت گردیده ایستاده است. مهمان امروزه برنامه ما باشند دانشجویان از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و اینچنین از کالج آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند حضور دارند. سراول من کلی شما رو برای اونی که به این برنامه تشریف آوردید و میخواهید با هم رقابت بورزید، دانش و ملکه خود را بسنجید، شاد باش میگویم. اینک میخواستم دانشجویان کالج آموزگاری دسته خود را معرفی سازید. گلافشان ای دیارم تاجیکستان، دیاری نام دارم تاجیکستان. تو هستی کشوری خورشیدی من، زی تو در افتخارم تاجیکستان. ما نامی گروهمان را ملت نام نهادیم. ملت را با عالمان نامی، هنرمندان شایسته، شاعران و نویسندگان و سیاستمداران بزرگانش میشناسند و نام خود را همچون ملت معرفی میکنند. توی بود و نبودم ملتی من، توی سمت و سجودم ملتی من. سرودی عمری من پایان پذیرد، تو میخوانی سرودم ملتی من. ما دانشجویان کالج آموزگاری شهر پنجکند به آزمون امروزه که دانشمند نام دارد آمدیم تا که دانش و مهارت خویش را سنجیم. گروه ما از 6 نفر دختران، امین و نگینه، قربان و دلاشوب، اصلانزاده پیمانه، فیضالله و ستاره، بایمراد و شهلا و من سردار گروه رحیما و محرمای می باشم. به تمام اشتراکچیان موفقیت را آرزومندم. شعار ما جوانان آینده ساز ملتند. تشکر زیاد. ما دانستیم که دانشجویان کالج آموزگاری با نام ملت امروز خود را معرفی ساختند و با همین نام در برنامه شرکت خواهند کرد. اینک می‌خواهیم که دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند خود را معرفی سازند. مرحمت. السلام ای ملتی همت بلند، السلام ای دوستان ارجمند. من عیسی و تخمینه، سردار دسته معرفت پرور از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. امروز در دسته ما اشتراک میکنند مدینه، خیر نیسا، گنجینه، فرهناز و صدرنیسا. شعار ما دانش طلب و بزرگی آموز. تشکر زیاد. چطور شما خود شاهد گردیدید اشتراکچیان ما یکی با نام ملت و دیگری با نام معرفت پرور قوه آزمایی خواهند کرد. من سراول به کل شمایان موفقیت آرزومندم. و اینک بخش اولین رو به شما معرفی می سازم. بخش اولین ما چنین است که من به شما سوال گذاری میکنم، من به شما یعنی سوال پیشنهاد می سازم و به شما 1 دقیقه وقت داده می شود. در طول این 1 دقیقه وقت شما اعضای گروه با هم مصلحت میکنید، پاسخ دقیق را در میابید و میتوانید از نام اعضای دسته 1 نفر پاسخ را به ما پیشنهاد سازد. شرط گذراندن برنامه به شما فهم است؟ بله. سوال اولین را شروع میکنیم از دسته ملت یعنی دانشجویان کالج آموزگاری شهر. سوال چنین است: در دنیا از همه کلمه معمول ترین کدام است؟ به شما 1 دقیقه وقت، میتوانید با هم جمع آمده سوال را مصلحت کنید. سوال را بار دیگر تکرار میکنم: در دنیا از همه کلمه معمول ترین کدام است؟ به شما 1 مصلحت میدهم، 1 کمک میرسانم که اون رو ما خود همه روزه شاید صدها مراتب و زیادتر از اون استفاده میبریم. کلمه خیلی معمول است. خرد و بزرگ اون کلمه رو استفاده میبرن.
خب گروه میلاد سرداری دسته معرفی می ساختید. از گروه شما به این سوال کی جواب میگوید؟ аз гурӯҳи мо ба ин савол амин ва нигина ҷавоб мегардонанд. مرحمت. ба ин савол ҷавоб калимаи ман мебошад. من یعنی با کدام حساب از کدام لحاظ من بوده میتواند. شاید شما میتوانید هنگامی سخن گفتن از استفاده نبردن از کلمه من هر روز خود را سپری سازید. شاید کمی دیگر فکر میکنید. گفتیم کلمه است که خیلی معمول است، در جهان معمول است این کلمه. همه آن را استفاده میبرند و یک کمک دیگر نمایم که همگان آن کلمه را در جهان همون گونه‌ای که هست استفاده میبرند. ترجمه نمیشود این کلمه. ترجمه نمیشود. گفتیم در جهان همه با همون طرزی که هست استفاده میبرند کلمه را. کلمه خیلی معمول است. ихе бошад мо фикрамонро дигар кардем ба фикри мо номи инсон. نام انسان. مثلا میتوانید وقتی که شما به دیگر دولت سفر کردید، به روسیه، به امریکا، آنها نام شما رو تلفظ کردن نمیتوانند و دیگر میکنند نام رو. ба фикри мо ки ҳамин ҷавоби охир ҳамин. جواب آخرین نام است. یعنی شما جواب خود رو دیگر نمیکنید. не متاسفانه که پاسخ شما نادرست است. این کلمه از همه معمول ترین در جهان کلمه آک می باشد. آن را همگان استفاده می برند. کلمه آک کلمه مشهورترین در جهان شناخته شده است. خب رو افتاده نمی شویم. بخش‌های دیگر در پیش است، سوال‌های دیگر در پیش است. تماشابینان عزیز، برنامه را ادامه می دهیم و سوالی نوبتی باشد به گروه معرفت پرور است. میگویند در دنیا حیوانی هست که زمانی خود را در آینه می بیند، می شناسد. اینک سوال به شما چنین است: آن حیوان چی نام دارد؟ کدام حیوان زمانی خود را در آینه دید می شناسد؟ مرحمت، فرصت فرا رسید. 1 دقیقه وقت. در دنیا حیوانی هست که زمانی خود را در آینه دید می شناسد. انا همین حیوان کدام حیوان است؟ خوب اندیشه نمایید، زیرا به هر یک سوالی شما 10 خالی بهاگذاری می شود و خالیبان را تحفه انتظار است. گفتیم حیوانی هست که زمانی خود را در آینه دید می شناسد. از نصف زیادی وقتی شما گذشته است دختران. دیگر نمیخواید از وقت خود استفاده برید؟ ما اعضایان دسته به خلاصه آمدیم که به این سوال خیرنسا جواب میگردند. جواب شما؟ ҷавоби мо ин аст ки ин маймун аст. маймун. чаро маймун? барои он ки вақте ки мо ба тамошои боғи ҳайвонот меравем, хислатҳои одамонро бисёртар маймун такрор карда мегирад. یعنی به نظر شما مایمون مشاهده کار است. از همین لحاظ شاید مایمون باشد یا جواب دقیق حتما مایمون است. бале маймун. جواب شما دقیق است. همینطور؟ бале. واقعا شما رو تبریک میکنیم. جواب شما قبول است. گروه معرفت پرور رو تبریک میسازیم زیرا آنها الکی صاحب 10 خال گردیدند. سوالی نوبتی باشد به دسته ملت است. توجه نمایید. در روی زمین زیاده از چند زبان موجود است؟ وقتی شما الکی آغاز شد میتوانید با هم مسئولیت کنید. در روی زمین زیاده از چند زبان موجود است؟ این سوال هنوز از سالهای زبان، سالهای 8-9 سنی مکتبی است. در روی زمین زیاده از چند زبان موجود است. زیرا ما می‌دانیم هر یک زبان به شاخه‌های علاهیده تقسیم می شود، به گروه‌ها تقسیم می شود. در عموم چند هزار زبان است. چقدر زبان است؟ فرصت نیست فرا فرستید. مرحمت. ба ин савол аз гурӯҳи мо Қурбон ва Дилошеб ҷавоб мегардонанд. ба фикри мо дар рӯи ҷаҳон зиёда аз 7000 забон мавҷуд аст. واقعا این به فکرتون دقیق است یا اینکه شاید تخمین؟ بله. یعنی شما پاسخ دقیق به این سوال ندارید؟ نه. ندارید؟ نه. خب متاسفانه جواب شما نادرست است. در روی دنیا، در روی زمین زیاده از 5000 زبان موجود است. میگذاریم به سوالی نوبتی و سوالی نوبتی به دسته معرفت پرور. از روی میانه آدمان در یک روز چقدر قدم میزنند؟ وقتی شما آغاز کردید. سوال رو بار دیگر تکرار میکنم. از روی میانه آدمان در یک روز چقدر قدم میزنند؟
نوابسته از اونی که امروز خیلی ترقی رفته است، دنیا خیلی ترقی کرده است، همه سواره میگردن، ولی از روی میونه انسان هایی که قدم میزنن در یک روز چقدر قدم میزنن به حسابی میونه. اینجا میبینیم که دسته معرفت پرور الکی به سوال پاسخ یافتن و دیگر از وقت خیش استفاده نمیبرند. مرحمت، پاسخ شما رو میشنویم. ما اعضایان دسته معرفت پرور به خلاصه آمدیم که به این سوال سرداری دسته یعنی خودی من جواب میدهم. آدمان از روی میانه در یک روز تقریبا 11,000 قدم میمونه. تخمینی یا که جواب شما دقیق است، این را در جای دیده بودید، در جای خونده بودید یا شاید فهمیده بودید؟ نفری از شما تخمین این دقیق است. دقیق است. شما به جواب خود مطمئنید؟ بله. شاید پاسخ رو دیگر میکنید، کمی دیگر اندیشه میکنید؟ نه. پس میگویم متاسفانه جواب شما نادرست است. آدمان از روی میونه در یک روز 18,000 قدم میزنند. اینجا نتوانستیم به دسته معرفت پرور نیز در سوال نوبتی خود بدهیم، اما باقی نیست، سوال های ادامه دارند. سوال نوبتی به دسته ملت است. اعضایان گروه خیلی خوب متوجه باشید، زیرا وقت رفته ایستاده است، سوال ها هم کم باقی مانده ایستاده است. سوال نوبتی را پیشنهاد میسازم. سال 1221 چنگیزخان در شهر نیشاپور در مدت 1 ساعت چقدر مردم آسایشته را به قتل رسانید؟ سوال را باری دیگر تکرار میکنم. سال 1221 چنگیزخان در شهر نیشاپور در مدت 1 ساعت چقدر مردم آسایشته را به قتل رسانید؟ این سوال از فنی تاریخ است. وقتی شما آغاز یافت. چون همگان میدانیم چنگیزخان در تاریخ بسیار شاه ظالم است و او به مردم آسایشته به کودکان هیچ رحمی نداشت. سال 1221 چنگیزخان در شهر نیشاپور در مدت 1 ساعت چقدر مردم آسایشته را به قتل رسانیده است؟ فرصت باقی رسید. به این سوال از گروه ما ستاره جواب میگردانند. مرحمت ستاره. سال 1221 در مدت 1 ساعت چنگیزخان 12,000 نفر را به قتل رسانید. شما به جواب خود مطمئن هستید؟ ما این را هنوز در زمان مکتب خانی خوانده بودیم و در خواننده دانشجویان کورس اول نیز تاریخ میخوانند. تاریخ تکرارن همون صنف‌های مکتبی را. چنگیزخان چون گفتیم بسیار شاهی ظالم بود. در طول 1 ساعت در شهر نیشاپور، این در همه جا معمول است، همگان اون را میدونند. جواب آخرین شما؟ 12,000 نفر. 12,000. جواب رو دیگر نمیکنید؟ مطمئنید به این جواب؟ بله. چون این باشد متاسفانه جواب نادرست است. جواب درست این است که سال 1221 چنگیزخان در شهر نیشاپور در مدت 1 ساعت 748,000 نفر را سر بریده بود، یعنی به قتل رسانیده بود. باقی نیست، بخش‌های نوبتی در پیش است، ولی اینجا میگوییم که آخرین سوال بخش اول به دسته معرفت پرور است و با همین سوال بخش اولین برنامه امروزه فرجام می‌یابد. سوال چنین است، متوجه باشید. از روی تحقیقات خود تقریباً 80% سیاره را آب احاطه نموده است، ولی از این مقدار چند فایز برای نوشیدن به انسان‌ها اجازه داده شده است؟ فرصت آغاز یافت. سوال رو باری دیگر تکرار میکنم. از روی تحقیقات ها تقریباً 80% سیاره را آب احاطه نموده است، ولی از این مقدار چند فایز برای نوشیدن اجازه داده شده است؟ چون ما میدونیم که آبها شور هستند و آنها برای نوشیدن ضرر دارند به سلامتی انسان ها، از این جهاز این سوال وابسته به همین است که میگوییم در روی دنیا 80% را آب فرا گرفته است، ولی از این مقدار چند فایز آن را برای نوشیدن به انسان ها اجازه داده شده است؟ دسته معرفت پرور فرصت به انجام رسید. ما اعضای دسته به خلاصه آمدیم که به این سوال گنجینه جواب میگردانند. ما با خلاصه آمدیم که از 80% که آب در سطح زمین موجود است، تنها 3% برای آب نوشاکی تعیین شده است.
ба фикри шумо ҳамин 3% барои нӯшидан ба инсонҳо, ба ҳайвонот, ба он ҷонзоте ки дар рӯи замин ҳаст кифоят мекунад? барои нӯшидани об барои инсонҳо кофӣ мекунад, лекин бисёри ҳайвонҳо чхеле ки мо медонем дар уқёнусҳо ихе чизҳо аз обҳои шӯрам истеъмол карда метавонанд. яъне 3% кифоят аст. ҳамин тавр. бале. ҷавоби шумо дақиқ аст. шумо ба посухи худ мутмаин ҳастед? тахминан. агар ки тахминан бошад ҷавоби шуморо қабул карда наметавонем, зеро ҷавобе ки шумо додед он хеле зиёд аст. дар рӯи дунё ҳамагӣ 1% оби ширин аст. оби барои нӯшидани онро ба мардум, яъне ба он ҷонзоте ки дар рӯи дунё аст, истифодаи онро иҷоза дода шудааст. посухи шумо нодуруст буд. тамошобинони азиз, чӣ тавре шумо худ шоҳид гардидед. инҷо бахши аввал ба анҷом расид ва дар бахши аввалини мо бо гирифтани 10 қол гурӯҳи маърифатпарвар дар сафи пеш аст. як қарсанг мезанем барои гурӯҳи маърифатпарвар. инҷо бошад бахши навбатиро ба шумо муаррифӣ месозам. дар бахши навбатӣ 2 нафар аз аъзои даста ба пеш мебароед, аз ҳарду даста низ, ва ман ба шумо ба ҳар яке аз шумо як байт аз шоирон пешниҳод месозам ки дар он байт як калимаи он гирифта шудааст ва шумо бо ёфтани ана ҳамон як калима байтро пурра месозед. хуб худатон интихоб созед, худ интихоб созед ки ки иштирок месозад. 2 нафарӣ аз ҳарду даста, марҳамат ба пеш бароед. бахши барнома фаҳмо. байти аввал ба гурӯҳи миллат аст. шумо ҳусайни кангуртиро хуб мешиносед, ҳамагон онро мешиносанд. байт аз байти эшон аст. бо аҳли ҳунар нишину шахси доно, гар заҳр диҳад бихӯр чӯ ҳалво. як бор дигар нафаҳмидем. хуб, бо аҳли ҳунар нишину шахси доно, гар заҳр диҳад бихӯр чӯ ҳалво. калимаи мобайнӣ гирифта шудааст. бори дигар такрор мекунам. бо аҳли ҳунар нишину шахси доно, гар заҳр диҳад бихӯр чӯ ҳалво. як калима гирифта шудааст. оби ҳалво ба фикрам. шояд каме дигар андеша мекунед. оби ҳалво. ин байт байти машҳур аст. хотиррасон менамоям. шаҳди ҳалво. шаҳди ҳалво. шаҳди. шаҳди. яъне ҷавоби охирини шумо хайр, шаҳду ҳавло. шаҳду ҳалво. дигарон халал намерасонем ва байтро мебинем. бо аҳли ҳунар нишину шахси доно, гар заҳр диҳад бихӯр чӯ шаҳду ҳалво. шуморо табрик месозем. байти навбатӣ ба дастаи маърифатпарвар. байт аз Тошхоҷаи Асирӣ аст. ба илме кӯш то зар ҳосил ояд, ба касбе соз то физ ояд. байтро бори дигар такрор мекунам. ба илме кӯш то зар ҳосил ояд, ба касбе соз то физ ояд. агар ба вазну қофияи шеър хеле хуб диққат диҳед, калима худ пайдост. як бор дигар такрор кунед. ба илме кӯш то зар ҳосил ояд, ба касбе соз то физ ояд. не савол умр. бале. ҷавоби шумо ҳамин аст. шумо ин байтро дар ҷое хонда будед, пештар дар ҷое шунида будед. зеро Тошхоҷаи Асирӣ мо медонем шоири машҳур аст. ҳамагон байтҳои ӯро мехонем, ғазалҳои ӯро медонем. ҷавоби охирини шумо ҳунар. ҳунар. байтро мебинем ки Тошхоҷаи Асирӣ чунин гуфта: ба илме кӯш то зар ҳосил ояд, ба касбе соз то ҷоҳат физ ояд. ин калима ҷоҳат буд ки шумо натавонистед дар ҷавоби онро дарёбед. боки нест байтҳои дигар дар пеш. байти навбатӣ ба дастаи миллат. шумо омода ҳастед? ман байтро пешниҳоди шумо месозам. дар гулистони маънӣ мебуд ҳамчу булбул, аз андалеби килкаш мекард гул. аз нақибхони туғрал ҳаст байт. дар гулистони маънӣ мебуд ҳамчу булбул,
از عندلیب کیلکش میکرد گل. کلمه مبینی گرفته شده است. باری دیگر تکرار می سازم. در گلستان منی می بود همچو بلبل. از عندلیب کیلکش میکرد گل. دستی گل. دستی؟ دسته گل. دسته گل. جواب شما دسته است. دسته گل. دسته گل است. خب میبینیم که شاعر در اینجا چی گفته. در گلستان منی می بود همچو بلبل. از عندلیب کیلکش میکرد صحفه ها گل. صحفه کتاب است. صحفه اون نوشته جات است. بیت آخرین بود. به دسته ملت پیشنهاد نمودیم که نتوانستند پاسخ آن را دریابند و آخرین بیت این بخش به دسته معرفت پرور. متوجه باشید. بیت از ابوالقاسم لاهوتی است. گردد کهن زمانه و خاموش نمی شود. آن شعله ها که جسته برون از من. بار دیگر تکرار میکنم. گردد کهن زمانه و خاموش نمی شود. آن شعله ها که جسته برون از من. بیت گفتیم از ابوالقاسم لاهوتی است. پاسخ شما؟ یه بار دیگه تکرار کنید. بار که نیست. گردد کهن زمانه و خاموش نمی شود. آن شعله ها که جسته برون از من. درون باشه. درونی من. درونی من. درون. پاسخ شما؟ یه بار دیگه. گردد کهن زمانه و خاموش نمی شود. آن شعله ها که جسته برون از من. جواب شما؟ وجود باشه. وجود. خب میبینیم که ابوالقاسم لاهوتی چی میگه؟ گردد کهن زمانه و خاموش نمی شود. آن شعله ها که جسته برون از دهان من. تماشابینان عزیز، این بود بخش دوم برنامه دانشمند که اینجا همگان خود شاهد گردیدید و در این بخش برنامه دسته معرفت پرور نتوانستند جواب دقیق پیشنهاد نمایند و دسته ملت توانستند صاحب 10 خال بگردند. یک قرصک مرحمت به جای خود بگذارید. تماشابینان عزیز، این بود بخش دوم برنامه امروزه دانشمند که خود شاهد گردیدید. تا عین زمان حساب ها مساوی است و هر دو گروه هم با گرفتن 10 خاله در یک مرام در یک سطح قرار دارند. خاطر رسان می‌نماییم که برنامه دانشمند در همکاری با دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند ثبت گردیده ایستاده است و اینجا می‌گذاریم به بخش آخرین برنامه امروزه. در بخش آخرین به هر دو از دسته یک تایی سوال پیشنهاد می‌گردد، ولی سوال منطقی است. در این سوال شما منطقاً فکر سازید، منطقاً اندیشه نمایید، زیرا گفتیم بخش آخرین است و این سوال ها حل کننده هستند. این سوال ها معین می سازند که در این روزه برنامه، در این بخش برنامه که صاحب تحفه ها خواهد گردید. اگر شما آماده هستید من سوال ها را پیشنهاد می سازم. به شما 1 دقیقه وقت داده می شود. گفتیم در طول 1 دقیقه شما با هم اندیشه می سازید و پاسخ را پیشنهاد می نمایید. سوال اولین به دسته ملت است. با کدام سوال نمیتوان جوابی ها گفت؟ با کدام سوال نمیتوان جوابی ها گفت؟ وقتی شما آغاز گردیده سوال گفتیم سوالی منطقاً است، منطقی. اگر کمی اندیشه سازید پاسخ را حتما در میابید. با کدام سوال نمیتوان جوابی ها گفت؟ این سوال نیز خیلی سوالی آسان است، سوالی معمول است. ما این سوال را از سوال‌های انتخاب کردیم که معمول باشد و شما برای یافتن آن اذیت نکشید. همگی بسیاری دیگر از فرصت شما باقی مانده. خیلی خوب اندیشه نمایید، زیرا این آخرین سوال است و سوالی حل کننده است. فرصت به فرجام رسید. مرحمت به جای خود گذارید. به این سوال از گروه ما نگینه پاسخ می‌گردونم. ба фикри мо ин ҷавоби ин суол ба суоле ки ту мурдаӣ ҷавоби ҳа гуфта намешавад. جواب شما آنقدر غلط هم نیست. شاید همین باشد ولی شما خود مطمئن هستید. شاید هنگام
با مردگان سوال دادن سوال دیگر باشد، پاسخ دیگر باشد. گفتیم سوالی منطقی است. با کدام سوال نمیتوان وقتی به شما سوال پیشنهاد می شود شما ها گفت. با کدام سوال شما نمیتوانید جواب ها بگویید؟ به فکر ما که همین. به فکر شما یعنی اگر که سوال بدهند که تو مرده ای شما نمیتوانید ها بگویید. بله. کمی دیگر اندیشه می سازید. آخرین سوال است، حل کننده است. پاسخ آخرین شما؟ به فکر ما همین در جواب ما میستیم. اگر که شما در جواب خود می استید من اینجا میگویم متاسفانه پاسخ شما نادرست بود. من اینجا پاسخ درست را خودم پیشنهاد میسازم. زمانی که شما خوب هستید اگر نفری بگوید تو خوب هستی شما نمیتوانید بگویید ها من خوب هستم. سوال آخرین این برنامه و سوال حل کننده این مسابقه به دسته معرفت پرور است. خوب متوجه باشید. کدام کلمه همیشه نادرست است؟ کدام کلمه همه وقت نادرست است؟ فرصت شما آغاز یافت. از وقتی خود دیگر استفاده نمیبرید اشتراکچیان؟ نه. خب باقی نیست. جواب رو میشنویم. ما اعضایان دسته به خلاصه آمدیم که به این سوال فرهناز جواب میگه. کدام کلمه همه وقت نادرست نوشته می شود؟ ما اعضایان دسته به خلاصه آمدیم که این خودی همان کلمه نادرست می باشد. شما مطمئن هستید شاید کلمه دیگر نیز هست که در قبال این کلمه نادرست پذیرفته شده است؟ گفتیم سوال منطقی است. نه سوال منطقی است. اگر از جهت منطقاً اندیشه نمایید این کلمه نادرست خودی همون کدام کلمه که نادرست نوشته می شود خودی نادرست است. اینجا آخرین سوال بود و جواب شما میتواند حل کننده باشد، میتواند غالبیت شما و مغلوبیت شما رو دقیق سازد. شما شاید پاسخ رو عوض میکنید کمی دیگر. نه ما به جواب خود مطمئن هستید. بسیار خوب، شما رو تبریک میسازیم. جواب درست است. تماشابینان عزیز، این بخش نوبتی برنامه دانشمند بود که ما از مرکز تعلیمی آموزشی زبان‌های انگلیسی در نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان منظور شما نمودیم و اینجا در این بخش نوبتی غالب معین کردید و غالب دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با نام معرفت پرور. با غالبان افتخارنامه از جانب ماموریت شرکت صدا و سیما و تحفه‌های خاطره‌ای کتاب از جانب ماموریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند تقدیم می‌گردد. خاطر رسان می‌نماییم که اگر شما نیز ملکه خود را دانش خود را سنجیدن می‌خواهید این برنامه مخصوص برای هر یک شماست. تا برنامه‌های دیگر خیر.